سلام. به حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه در پناه خداوند. اومدیم اینجا سر بار این سحر روز یه بنده خدا میگفتش که داشتم باش حرف میزدم، گفتش خودتون اشغالتون کرده زدید، اشغالتون که نشش رو بردید چهارتو زدید، بعدا اومدید به ما میگید نکن. خیلی رفتم تو فکر، میدونی اصلا حالم بد شد. شاید حالا مثلا روزهای اول که تازه مصرف میکنی بهت بچسبه، کار زیاد انجام بدی، بکشی بتونی کار کنی، ولی یه وقتایی میبینی اگه نکشی تمام سیستم بدنت به هم میخوره، اجبار در مصرف میشی. میدونی دلم میسوزه. این همه سال دربدری و بدبختی کشیدیم، میام چای کنه حرف میزنیم، بعد فکر میکنه که مثلا برای چیه کدی برای چیه؟ یه چی نیست. نه رفیق اینجوری نیست. ما اگه چیزی میگه این تجربه مونو در اختیار یکی میذاریم که دیگه منطقه نره این کارا رو انجام بده. خب بعد اگه بدونی سلام خوبی؟ اصلا نباشی قربانه. تو اگه بدونی چیا در انتظارته خیلی باید قلبی محکم باشی که بتونی این همه مراحل زندگی سختی که در پیش داری رو بتونی تحمل بکنی. چه روزا و شبایی که باید توهونش رو بدی، حرف بشنوی، تو شخصیتی بشی، خماری بکشی، نشگی بکشی، نمیدونم آخر اگه زرنگ باشی کارت به زایا جمع کردن برسی. اگه زرنگ باشی، اگرم نه که هیچی دیگه میری تو اون باید بدی. ما یه وقتی زایا جمع کردیم کف پامون تاول میزد، یه سری شیشه بریده و کف پامون متوجه نشده بودم، کفش کوچیکم پوشیده بودم، پام همه ترکیده و تاول زده. در آوردم دیدم خون انقدر اومده لخته شده، چون آلیمونش مواد میزنی متوجه نمیشی دیگه. ما اینجوری در به در کشیدیم، شبا جا نداشتیم، تو این جوبای کانال میخوابیدیم. چند وقت بخوام توضیح بدم خیلی چیزا هست تا اومدیم برسیم به اینجا.